جانم مادر جان. اومدم پسرم آزاد کنی ببرمش. پسر شما پرونده قطور داره، به این راحتی ها آزاد نمیشه. خب پروندهشو ببندیم ببرمش. واخه نمیشه که، پروندهش خیلی سنگینه مادر جان. چجوری پرونده؟ منم هستم این برش، من میگم اون شما ببندینش ببرمش دیگه. خانم شما میدونستین پسرتون مواد مخدر استعمال میکرده؟ استعمال نمیکرد، میکشید. بچه شما هیچی بهش نمیگفتین؟ چرا میگفتم؟ خانم پسر شما چند مورد ضرب و جرح هم داره. بچه‌ن خب زد و خورد میکنن. خانم زد و خورد نه، چند نفر رو زده لت و پار کرده تو این دعواها. خب چاقوه میبره. بریده زده، چند نفر رو کشته. مرگ دست خداست، پسر من وسیله است آقا. مادر جون بفرمایید، من نمیتونم کاری انجام بدم. منم جای مادرت، تو هم جای پسرم، من مادرم. خب خواهش میکنم به من بگین چی پاره جونم چی میشه ها؟ شما آروم باشین. ها؟ دوست ندارم اینو بهتون بگم ولی شاید خدایی نکرده چون جرمش خیلی سنگینه. نمیدونم طاقت چه داری من بهتون بگم یا نه. بله بعد اعدامش بگین یارانش رو قطع نکنن که ما جای خالیشو با یارانش پر کنیم. خودت چه نقشی رو بیشتر دوست داری از کاری که کردی؟ با شما کار کردم کی توی شوخی کردم، اون نقشه که بازجویی میشد که آخرش مامانش اومد. باورم نمیشد آقای مدیری یه روز گفت برو سیبیلاتو بزن. گفتم چرا؟ گفت مامان تو باید بازی کنی. خیلی بامزه بود. بریده زده، چند نفر رو کشته، چند فقره قتل داره تو پرونده.